2 دقیقه میزه سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی. یه متن بزرگ حالا من به نمایندگی از جمعیت دانشجویان ترک هویت دادم خدمتتون عرض می‌کنم. در یک جامعه مرکزی آپارتایدی حرف زدن از عدالت سه مفهوم میتواند داشته باشد. جامعه‌ای که در آن از هر لحاظ، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ اقتصادی، چه اجتماعی، با این واژه کاملا بیگانه است. از کدامین عدالت حرف میزنید؟ از عدالت که در آن زبان مادری یک ملت به دلیل سیاست‌های نژادپرستانه نادیده گرفته می‌شود و سالانه ده‌هات از فرزندان آذربایجان به ناحق به خاطر درخواست حقوق اولیه انسانی خود یعنی زبان مادری در زندان به سر می‌برند. از عدالت که در آن هزاران میلیارد صرف احداث دریاچه مصنوعی برای تفریح پایتخت نشینان می‌شود، در حالی که دریاچه ارومیه که حیات آذربایجان به آن وابسته است عمداً خشکانده می‌شود. از عدالتی که در آن برای اجرای سیاست‌های آسیمیلاسیون با اعمال تبعیض‌های اقتصادی مثل مالیات‌های سنگین، تخصیص بودجه ناعادلانه، هزاران نفر از شهروندان آذربایجانی بی‌ناچار برای گذران زندگی به استان‌های مرکز مهاجرت می‌کنند. از کدامین عدالت حرف می‌زنید؟ ناعدالتی‌های شما تمامی ندارد. استعداد بام اصول جرایان مرکزنشینی. جنبش دانشجوی آذربایجان دیگر شعارهای گوشکردن شما را درباره عدالت باور نخواهد کرد. ملت آذربایجان و در کنار آن جنبش دانشجوی آذربایجان راه خود را سال‌هاست که پیدا کرده است. سوال